مکه فتح شد. در همون روز فتح مکه حضرت صلی الله علیه و سلم حضرت بلال امر کرد یا بلال بالای خانه کعبه برو اذان بگو. او وقت این میزنه ها نبودن برای اذان بودن. حضرت بلال میگه بالای خانه کعبه نزد قریش به نهایت شهرت خاصه داشت، محبت خاصه داشت. از شریعت ابراهیمی فقط اون خانه مونده بود زیارت شوخی به حد او را مقدس میدونستند. حضرت بلال بالای خانه برآمده اذان داد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ما سرحد گذاشتیم به امر الله گشت آماده قریبی اوفا شهر بچه‌ها همش داکیومنتشون بود شدگی بود 3 سال 4 سالشون گذشته بود 6 نفر. شخصانی که خواهش گذاشتن سرحد قزاقستان را از شهر مسکو دارند برای شما بهترین کمپانی را توصیه می‌دهیم. کمپانی دارای ماشین‌های زمانوی است. شما را آمده از جای زیستتان گرفته با سرحد قزاقستان برده و ساق سلامت با خواست الله آورده میرسانند. در دکومنت‌ها یگان مشکلی باشد خودشان حل می‌کنند و خوبی کمپانی در این است که برای زنها امکانیت رفتن را داده است با ماشین‌های مخصوص. معلومات بیشتر بر رقم روی اکران بوده تماس بگیرید. خوشخبر برای همه شما، اویاکش برای شما امکانیتی کلان میدهد. کجایی که سفر کردنی هستین شما میتوانید که از خانه نبرآمده با طریق تلفن بلیط های ارزان را خریداری نمایید و اینچنین از زنید برای شما تخفیف کرده می شود. معلومات بیشتر بر رقم های روی اکران بوده تماس بگیرید. برای شما سفری خوب خواهانیم. ثقافی مقصد عادی نیست. این حبیب الله های آداب سخن گفتن نگاه بدار گفت. او کسایی را کشتی من ترا التماس نکردم. او کسایی را که خون بهاش ندادی من ترا التماس نکردم که خون بهاش ندادی. اما در پیش پیغمبر ایستاده آخه ما از جان و عزیزتر می‌داریم. بیادبی نکن. من قربا یک کمی اندیشه کرد. خشوع و اهمیت داد به زیرکی به عقل بود. دید که حضرت صلی الله علیه و سلم وقتی وضو میگیره مسلمانان میگذارن که یکون قطره آب در زمین بچکن. اما ای هوا میگیرنش تبرکن در دستها در باسو میشکن. محبت صحابه را دید، جان فدایی را دید. حال حضرت زبانشان نخ شده که در همین پیشش حاضر میشوند منتظر فرما. وقتی برگشت اومد نزد ابو سفیان گفت یا ابو سفیان جنگ نکن که مغلوب میشه. گفت چه خیلی مغلوب میشیم، ما در وطن خودمونیم، ما زیاده از 3000 سرباز جنگی داریم، فقط کاوالری هم 300 نفر ای گفت. ایو همگی 1400 کس غیر یک شمشیر چیزی دیگر ندارن. احرام پوشیده بودن، نه جوشن داشتن، نه سپر داشتن، نه نیزه داشتن. چه خیلی مغلوب میشه. گفت اینا یک محبت دارن که با خدا قسم او را به اشیاء دنیا چین کرده نمیشود. اینا تا پای جان میستن تو آخران خطره خون خطی تو جنگ میکنن. یا با خاطر مادی ها جنگ نمیکنن که روشو بیا بگذارن. به شک شکست میخوره تا جای امکان داره سعی کنه که قطیشو سلط ببنده و ایلا عاقبت کار خراب میشه. الان ببینه یک کافر بود وقتی که حیات حضرت دید، ما ببینه مسلمانان را با حضرت صلی الله علیه و سلم دید، همین البته مطمئن شد که بیستی ها با این محبت با این رفتار و کردار یا مغلوب شونده نیستند، یا را مغلوب کرده نمیشوند. در اصل 21 بعضی پلیدا سخنانی میگن پیغمبر بخشون قیاس میکنند. کسافتی و ابلهیشون را وسیله میکنند. وقتی پدر سوخته یک از پدر اخته اگر کاریکاتور کنه جان تنظیم میکنه با سود مراجعت بکنی در سود بکش. کسی را که عزیز دلهای حبیب الله است، پیامبری که نه فقط بالای مسلمانان با خدا قسم بالای بنی بشر حق داره. این خدای بزرگ این منتی بزرگ در جان تمام بندگانش گذاشته است. بنی بشر مدیون رسول الله صلی الله علیه و سلم است. خاصتا این اروپایی ها، این اروپایی که امروز بدبختی دارن و بی‌ادبی کرده است. سبب احیای اروپا اسلام و مسلمان شده که آمد روجر بیکن، امثال روجر بیکن در اندلوسیا در شهر قرطبه اومدن تعلیم گرفتن از مسلمانان، اصول و تجربه و لابراتوری را آموختن، رفتن امیره در کشورهای خشو عملی کردن. این همی سبب پیشرفت و ترقی و چشید. مرد بدن در کار که ایرا تصدیق کنی و اقرار کنی. ولی همی یک
معرخی امریکایی است، ویل دیورانت. تاریخی استوریا سیویلیزاسیون داره، 11 مجلد استوریا سیویلیزاسیون. همین جلد پنجمش همش همین اسلام سیویلیزاسیون. همین مردان اگر چنده که مسلمان نیستی اما همه حق بو که هستی حق بیان کرده است. واقعا میگه غرب مدیون اسلام است، غرب مدیون پیامبر صلی الله علیه و سلم است. چیز گرفتیم از همین ها گرفتیم، با دلیل حجت اثبات کرده است. همون نظمی را که محمد اقبال لاهوری گفته است وابسته به همین اشتاقی. حضرت گفت حکمت اشیا فرانگیزاد نیست، اصل آن جز لذت ایجاد نیست. نیک اگر بینی مسلمان زاده است، این گوهر از دست ما افتاده است. چون عرب اندر اروپا پرک شد، علم حکمت رو بنا دیگر نهاد. در اروپا مکتب عالی نبود، در اروپا تعلیم نبود، لابراتواریا نبود. آخی مسلمان ها همه میره در اندلوسیا جا به جا کردن، اروپایی ها دیدن و آموختن. چرا اسپانیا یک بار اینقدر ترقی کرد، نیمی دنیا را قریب مثل امریکا کرد؟ از حساب مسلمان ها. کشتی سازی را از مسلمان ها یاد گرفتن، بحرنوردی را از مسلمان ها یاد گرفتن. تا حال این هم یکی کلمه‌ای که معروف خاص و عام هستند، حتی کلمه‌های بین الملل حساب میکنن، مثل این همی ادمیرال. خیلی کلمه‌های اسلامی هستند که امیرال بحر گرفتن ادمیرال کردن. همون گیبرالتر که هستن اصلا جبل تاریخ است. تاریخی بزیاد جبل به همون منطقه رفته. سال 711 داخل شد در اندلوسیا، اندلوسیا را فتح کرد برای مسلمانان. یکی مسلم است، همه کسی که به قدر استاد نرسید، به قدر علم نرسید، کورنمکی کرد، خداوند خار و ذلیلش میگردونه. همه چیزی که همون اسپانیا به قدر استاد نرسیدن، ظلم کردن در حق مسلمانان، مجبور شو کردن که دین نصرانی را قبول کنن. از بس که اکثرش قبول نکرده بود، در یک روزی طوفانی خانه سوخته در زورقا سوار شو کردن و در همون گلوگوی گیبرالتر در بحر سر شو دادن، همش قریب غرق شدن و مردن. خداوند به همون نکبت گرفتار شو کرد که بعد چند اسپانیا دیگه همون سروری و رهبری را همه را دست داد. در جنگ با انگلیا ارماده مغلوب نشوندهش تورمار کردن و همه دیگه خلاص شد. دیگه دولت ابرقدرت حتی حسابی نمیشه. همین روز هم که اگر به شرطی که به قدر دین مبین اسلام نرسید، اگر به شرطی که جوانمرد نشویم، شکرگزاری نعمت الله نکنیم، همون نکبت خدای تعالی بلامون میاره. هیچ جوی شک شبهه نیست. ای الله عزوجل، خیلی مرد بودن در کارتی واقعیت هم بود. یک نویسنده و دراماتورگ بزرگ انگلیس است با نام برنارد شاو. این شخص لوریت مکافات نوبلی هم هست، بسیار شخصیت بزرگ است. میگه اصلا بگیریم محمد صلی الله علیه و سلم اولای همه مردم عالم حق داره. این امروز ببینید اینقدر ساختارها، اینقدر تشکیلاتها از سازمان ملل متحد سر کرده و دیگرش، اما هر روز در یک جا جنگ است، یک جا خونریزی است. این در اصل 21 ببینید در بسیاری گوشه‌های دنیا حتما یک جنگ، یک خونریزی و یک فتنه هست. اگر میگه خداوند متعال شخصیت را مثل محمد صلی الله علیه و سلم دوباره احیا کنه، خودش به طاقگی کفایه میکنه برای سازمان دادن این تمام دنیا، تمام جامعه بشر. مرد بدن در کار که این اقرار کنه. حقیقت عالم همین است. سبحان الله. حضرت صلی الله علیه و سلم سببور اتحاد مسلمانان شده است. در دنیا بار اول در تاریخ بنی بشر برابری شد، اتحاد شد. همه در پیش خداوند گفت حقی برابر دارند. کسای پیش خداوند عزیز هستند که تقوای بیشتر دارند، نه رنگ پوست، نه مال و ثروت، نه وظیفه و جا، هیچ چیز انسان را امتیاز نمیتونه مگر انمی تقوا. یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. الله عزوجل 1400 سال پیش اعلام کرده بود ای مردم ما شما را بیا دنبال بیا محمد
мақсад дар ҳамун замоное ки нақши аввала ҷоҳу мансабу пушту хешу таборбозиву нажодбозӣ мекард, ислом анами тарҳора шикаст бори аввал дар таърихи башар. имом қуртубӣ дар тафсири маъруфуш вақте ки ҳамин ояра шарҳи тавзиҳ метавад овардааст ки мега вақте ки макка фатҳ шуд, дар ҳамун рӯзи фатҳи макка ҳазрат саллаллоҳу алайҳи васалам ҳазрати билола амр кард ки ё билол болои хонаи каъба биро азон буд. ӯ вақт оли ин меъизанаҳо набуданд барои азон додан. ҳазрати билол мега болои хонаи каъба назди қурайш бениҳоят шӯҳрати хусае дошт, маҳаббати хусае дошт. аз шариати иброҳимӣ фақат ҳамн хона монда буд, зиёрат шохи беҳад ӯро муқаддас медонистанд. ҳазрати билол болои хона биромада азон дод. 3 нафар мега истодагӣ буданд, чунон сахтешу расид, аслан ҳамин қурайшиҳо ҷӯшидан меяд. 3 нафар аз раҳбарошу абу суфён ибни ҳарб разияллоҳу таоло анҳу, атоб ибни асид разияллоҳу таоло анҳу ва аллоҳ алам ҳишом ибни абдуллоҳ 3 кас истодагиянд. ба ҳамин атоб ибни асид гуфт ки алҳамдулиллоҳи лази қабаза аби ҳатто ло яро ҳозал явм. алҳамдулиллоҳ гуфт ки худованд ҷони ҳамин падар ма тезтар гирифт, ҳамин шармандагиро надид, набошад талхакаф мешид. як ғуломи ҳабашӣ ки ғуломи мо буд, дар пеши мо қадру манзалате надошт, болои муқаддастарин макони мо бурмадасту қурайшиёро даъват дорад ки ҳайя ала салоҳ, ёе ба намоз. ин атоб ибни асид шахсияте ҳастае ки ҳазрат саллаллоҳу алайҳи васалам баъди фатҳи макка ҳамин одамо волии макка таъин карда буд.